سلام دوستان، به کانال داستان واقعی با پادکست زندگی خوش اومدید. تو این کانال سرگذشت‌های واقعی آدم‌ها رو با شما به اشتراک میذاریم. داستان‌هایی که گاهی تلخ هستن و گاهی شیرین ولی همیشه پر از تجربه‌های زندگی هستن. لطفاً برای همراهی با ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدیمون باخبر بشید. از گوشه اتاقم زیر چشمی داشتم نگاش می‌کردم. کامران پسر عمو و شوهر سابقم پشت میزش نشسته بود و کنارش یه دختری که انگار تمام مأموریت زندگیش تو اون لحظه به دست آوردن دل کامران بود. با حرکات حساب شده موهاشو پشت گوشش مینداخت و با صدای نازک و کشتار میخندید و طوری به کامران نگاه میکرد که انگار مهمترین آدم روی زمینه. بعضی از این دخترای جوون رو دیدی که نابلدن، تمام تلاششون برای دلبری کردن شبیه یه نمایش ناشیانه و اقرار شده به نظر میاد. اینم دقیقاً همینطور بود. یه جورایی دلم رو میزد. یه زن قدرتمند و جذاب هیچ وقت خودشو انقدر ارزون نمیفروشه. یه صدای توی مغزم پیچید. به تو چه آخه؟ خودتو نگاه کن که مثل کارگاه‌ها قایم شدی و داری دیدشون میزنی. کامران دیگه هیچ چیه تو نیست. یه امضا پای یه برگه همه چیزو تموم کرد. بذار هر کی میخواد باهاش باشه. به تو چه مربوطه؟ با یه قلب فشرده شده دوباره نگاهشون کردم. نمیتونستم این کار کنم. دختر خیلی قیافه خوبی داشت. همینم بیشتر آتیشم میزد. دیگه تحملشو نداشتم. با عجله بلند شدم و خودمو به اتاق رسوندم و در رو محکم بستم. صدای بسته شدن در توی سکوت شرکت پیچید. سالها پیش بابا و عموی من 2 برادر بودن که از فقر مطلق شروع کردن. اونقدر فقیر که بزرگترین آرزوشون خوردن یه وعده غذای گرم و کامل بود. با دست‌های پینه بسته برای مردم کارگری می‌کردن و آخر شب با یه لقمه نون خوش سر روی بالش می‌ذاشتن. تا اینکه یه روز اون جرقه معروف تو ذهنشون زده شد. هر دوتاشون تازه ازدواج کرده بودن. بابای من با دختر خالش که میشد مادرم و عمومم با دختر همسایه‌شون. با پولی که ذره ذره جمع کرده بودن تصمیم گرفتن یک کسب و کار کوچیک برای خودشون راه بندازن. یک کارگاه پارچه فروشی. صبح تا ظهر برای بقیه کار میکردن تا پول اجاره یه زیرزمین نبون و تاریک رو در بیارن و عصر هم تا نصفای شب زیر نور یه لامپ ضعیف تاقه‌های پارچه رو جابجا میکردن و به مشتری‌های گذری میفروختن. اگه بخوام تمام شب بیداری‌ها و سختی‌ای که کشیدن رو تعریف کنم خودش کتاب میشه. ولی خلاصه بگم که با تلاش بیوقفه و ایمانی که داشتن اون زیرزمین کوچیک کم کم تبدیل شد به یه مغازه، بعد 2 مغازه و در نهایت یه شرکت بزرگ نساجی و تولید پارچه. راز موفقیتشون هم تو این بود که هیچ وقت من و تو نداشتن. برای اونا فقط ما معنی داشت. اگه پولی به دست می آوردن نمی گفتن نصفش برای من نصفش برای تو. می دیدن کدومشون ما بیشتر نیاز داره، کدومشون خرج دوا و دکتر داره و همه پولو می دادن به اون. اونا برای هم بیشتر از یه برادر بودن، مثل یه روح توی 2 بدن و شاید بزرگترین اشتباهشون هم همین بود. چون فکر میکردن نسل‌های بعدشون هم مثل خودشون فکر میکنن. عموم یه پسر داشت به اسم کامران و بابام هم فقط منو داشت، نازنین. هر دوتاشون اونقدر غرق کار بودن که لذتی از زندگی نبردن. نه مسافرتی، نه تفریحی، نه حتی یه لباس نو برای خودشون. همه چیزو فدای آینده ما کردن. مامانمونم زنای قانع و صبوری بودن. اونم به این زندگی شریکی و پر از صرفه‌جویی عادت کرده بودن. یه شب من حدوداً 17 سالم بود که اتفاقی مکالمه پدرم و عمومو شنیدم. بابام با نگرانی به عموم میگفت داداش، فردا که بچه‌هامون بزرگ بشن و ازدواج کنن تکلیف این همه مال و اموال چی میشه؟ من نمیتونم تحمل کنم یه پسر غریبه، یه داماد بیاد و صاحب نصف عمر جوانی من بشه. عموم هم آهی کشید و گفت فکر کردی من میتونم ببینم یه دختر غریبه بیاد و بشه عروسم و هرچی ما رشته کردیم و پنبه کنه؟ بعد از کلی کلنجار رفتن به این نتیجه درخشان رسیدن که بهترین راه اینه که من و کامران با هم ازدواج کنیم تا ثروت از خانواده بیرون نره. اون روزا من با یه پسری تلفنی حرف میزدم. تازه سربازیش تموم شده بود و دنبال کار میگشت. تو رویاهاش همیشه منو کنار خودش میدید. رابطه ما در حد چند تا قرار ساده توی کافه و کلی چت و تلفن بود، ولی خب من به همینم دلخوش بودم. وقتی پدرم و عموم تصمیمشون رو اعلام کردن، انگار آب سرد روی سرم ریختن. هم من هم کامران به شدت مخالفت کردیم. داد زدیم، قهر کردیم. من چند روز لب به غذا نزدم، کارم به بیمارستان کشید. کامرانم چند روز از خونه فرار کرد، ولی هیچ فایده‌ای نداشت. اونا نقطه ضعف ما رو خوب میدونستن. تمام حساب‌های بانکی کامران رو بستن. ماشینشو ازش گرفتن و عملاً ورشکستش کردن.
منم تو خونه تبدیل به یه زندانی شدم. نه دیگه خبری از دانشگاه بود، نه دوستام، نه بیرون رفتن. آخرش هم مثل 2 سرباز شکست خورده تسلیم شدیم. روزی که کامران با خانواده‌اش اومد خواستگاریم سنگین ترین روز زندگی بود. وقتی ما رو فرستادن توی اتاق که با هم حرف بزنیم، هر کدوم یه گوشه نشستیم و به فرش زل زدیم. بعد از 10 دقیقه سکوت مطلق کامران بلند شد و رفت بیرون. منم پشت سرش رفتم و جلوی همه با صدایی که از ته جا در می اومد گفتم مبارک. و ازدواج ما به همین سادگی و تلخی سر گرفت. شب عروسی اون توی اتاق خواب خوابید و من روی کاناپه توی پذیرایی. این شروع زندگی سرد و بیروح ما بود. 4 ماه تمام ما مثل 2 همخونه غریبه زیر یک سقف زندگی کردیم. من صبح زود میرفتم دانشگاه و تا از بر نمیگشتم. اونم صبح میرفت شرکت و نصف شب میومد. حتی یک کلمه هم با هم حرف نمیزدیم تا اینکه اون تصادف لعنتی اتفاق افتاد. پدرم و عموم همونطور که با هم زندگی رو ساخته بودن با هم از این دنیا رفتن. بعد از مرگشون دیگه دلیلی برای تحمل اون زندگی نداشتم. وسایلمو جمع کردم و برگشتم خونه مادرم. کامران هم پیش مادرش بود. بعد از 40 مادرم و زنمم شروع کردن به فشار آوردن که ما باید به زندگیمون برگردیم. منم با صداقت تمام گفتم که هیچی بین من و کامران نبوده و نیست و حالا که پدرمون رفتن بذارم ما هم به راه خودمون بریم. 5 ماه بعد ما بی سر و صدا و توافقی طلاق گرفتیم. روز خوندن وصیت‌نامه بزرگترین شوک بهمون وارد شد. پدرمون وصیت کرده بودن که تمام اموال از شرکت و مغازه‌ها گرفته تا خونه‌ها باید به صورت شراکتی بین من و کامران اداره بشه. یعنی ما نمیتونستیم چیزی رو بفروشیم و پولش رو تقسیم کنیم. باید تو همه چیز شریک میموندیم. وکیل گفت این تنها راهیه که ارث به ما میرسه. آخر وصیت‌نامه هم یه گردنبند عتیقه بود که یادگار مادر بزرگشون بود. من گفتم خب این که زنونه است بدینش به من. کامران با یه پوزخند گردنبند رو برداشت و گفت این میمونه برای زن آینده من، کسی که قراره نسل این خانواده رو ادامه بده. تا اون روز ما فقط از هم دور بودیم ولی اون لحظه من ازش متنفر شدم. همون لج و لجبازی و حرف زورش باعث شد که یه انگیزه قوی درونم شکل بگیره. تصمیم گرفتم حقمو بگیرم. فردای اون روز بهترین لباسم پوشیدم و به عنوان صاحب نصف شرکت وارد شرکت شدم. 5 ماه از اون روز میگذشت. هر روز دیدن کامران و اون تنش دائمی بینمون باعث شده بود یه اتفاق عجیب بیفته. من داشتم بهش علاقه‌مند می‌شدم. احمقانه بود ولی واقعی بود. حالا هم اینجا توی اتاقم نشسته بودم و داشتم از حسادت به اون دختر شهره دیوونه می‌شدم. همون لحظه مادرم زنگ زد. از وقتی بابام فوت کرده بود تمام جوونی نکرده‌اش رو می‌خواست جبران بکنه و فقط پول خرج می‌کرد. با صدای بی‌حوصله گفتم جانم مامان من شرکتم. گفت نازنین کلی خرید کردم دستام پره میتونی بیای دنبالم؟ گفتم آخه نمیتونم بیام یه تاکسی بگیر و برو خونه دیگه. با تعجب و کمی ترس پرسید چجوری باید تاکسی بگیرم؟ باوری سخت بود ولی مادرم تو این همه سال حتی یک بار هم تنهایی تاکسی نگرفته بود. بعد از اینکه براش توضیح دادم تلفن رو قطع کردم و با یه آه عمیق به کامران نگاه کردم. دیگه نمیتونستم اون فضا رو تحمل کنم. کیفمو برداشتم که برم دیدم کامران با تعجب سرشو بلند کرد و گفت کجا به این زودی؟ لحنش دستوری نبود ولی یه جوری هم بود که نمیتونستی نادیدش بگیری. گفتم کارم تموم شده میرم بیرون. گفت الان ساعت 4:30 برو خونه استراحت کن. دلم میخواست بگم به تو ربطی نداره ولی یه نگاه سرد بهش انداختم و از شرکت زدم بیرون. از لج کامران بلافاصله به دوستام زنگ زدم و برای شام قرار گذاشتم. دوستم سارا بهم پیشنهاد داد که بریم یه رستوران جدید که به تازگی افتتاح شده. همگی هم قبول کردیم. رستوران خیلی شیک و شلوغی بود. داشتیم دور اطراف رو نگاه می‌کردیم که صاحب رستوران پسری به اسم نیما که از فامیل‌های دور سارا هم بود اومد سمت ما. سارا منو بهش معرفی کرد و نیما خیلی زود سر صحبت رو با من باز کرد. پسر خوش صحبت و موجهی به نظر می‌رسید. داشتیم صحبت می‌کردیم که ناگهان صدای سرد و عصبی کامران و پشت سرم شنیدم. نازنین؟ برگشتم و با چشمای گرد شده نگاش کردم. با عصبانیتی که سعی توی کنترلش داشت گفت اینجا چی کار میکنی؟ این آقا کیه؟ قبل از اینکه من جواب بدم با حرص ادامه داد ماشینتو که وسط خیابون پارک کردی و کل خیابونو بستی. پلاکش هم که به اسم منه. پلیس به من زنگ زده. همین الان باید بریم. صورتم از خجالت سرخ شده بود. با عجله از همه خداحافظی کردم و دنبالش راه افتادم. بیرون که رفتیم دیدم حق با اونه. ماشین من باعث یه ترافیک وحشتناک شده بود. اونقدر دستپاچه بودم که نمیتونستم ماشین رو تکون بدم. کامران با بی‌حوصلگی منو پیاده کرد. خودش پشت فرمون نشست و با مهارت ماشین رو از اون مخمسه در آورد.
وقتی راه باز شد با من گفتم خب حالا اگه یه جای پارک خوب پیدا بشه من برمیگردم پیش دوستام. یهو با صدایی که از عصبانیت میلرزید سرم داد کشید و گفت ساعت 9 شب هیچ جا نمیری، سوار شو میرسونمت خونه. تو راه فقط سکوت بود و صدای موتور ماشین. نزدیک خونه که رسیدیم شروع کرد به نصیحت کردن که چون پدرم نیست دلیل نمیشه من هر کاری دلم خواست بکنم. دیگه نتونستم تحمل کنم و با عصبانیت گفتم من یه آدم مستقلم و خودم برای زندگیم تصمیم میگیرم. به تو هم هیچ ربطی نداره. اصلا تو فکر کردی کیه من هستی؟ یه دفعه با شدت ترمز زد و ماشین کنار خیابون نگه داشت. برگشت سمتم و با چشمایی که پر از ناباوری و شاید هم درد بود بهم زل زد و گفت پرسیدی من کیه تو هم؟ چند لحظه تو چشمام نگاه کرد. از حرفی که زده بودم پشیمون بودم و سرم انداختم پایین. دیگه تا دم در خونم هیچ حرفی نزد. اون شب تا صبح خوابم نبود. فردا صبح با بی‌حوصلگی رفتم شرکت. کامران حتی نگاهم نکرد و تمام توجهش به شهره بود. اونجا بود که برای اولین بار به خاطر کامران اشکم سرازیر شد. همون روز دوستم سارا زنگ زد و گفت نیما خیلی از من خوشش اومده و شمارمو خواسته. گفت این پسر کامران که تو رو نمیخواد، خودت هم اذیت نکن. با نیما آشنا شو، شاید تونستی فراموشش کنی. اولش مخالفت کردم، ولی بعد با خودم گفتم شاید حق با سارا باشه. بعد از چند روز به بهونه یه جلسه کاری مهم به کامران زنگ زدم. گفتم جلسه امشب حالت مهمونی شام داره و منم میخوام باشم. تعجب کرد ولی قبول کرد. بهترین لباسم پوشیدم و کلی به خودم رسیدم. خودش اومد دنبالم. توی ماشین یه نقشه کشیدم. الکی زدم زیر گریه و گفتم که خیلی دلتنگ بابام هستم و احساس تنهایی میکنم. اونم که آدم خشکی بود، دست باچه شد. سعی کرد با حرف آرومم کنه. ولی من از فرصت استفاده کردم و خودم رو تو بغلش انداختم. برای چند لحظه خشکی زد. ولی بعد دستشو گذاشت روی کمرم و آروم نوازشم کرد. اون شب بعد از جلسه منو برد یه جای دنج و تا نصف شب با هم حرف زدیم. برای اولین بار از دردهامون گفتیم. حس کردم دیوار یخی بینمون داره آب میشه. فکر میکردم از فردا همه چیز درست میشه ولی اشتباه میکردم. کامران دوباره همون آدم سرد قبلی شد و به شهره توجه میکرد. داشتم دیوونه میشدم. 1 سال از فوت پدرمون گذشت و من هنوز تو این برزخ گیر کرده بودم. سارا دوباره با هم حرف زد و گفت نازنین بس کن. تو 6 ماه هر کاری کردی. این آدم اگه میخواسته تا الان یه قدمی برداشته بود. به نیما یه فرصت بده. اونقدر گفت که بالاخره قبول کردم. شب با سارا تو شرکت داشتیم آماده میشدیم بریم رستوران نیما. من یه لباس شیک پوشیده بودم و داشتم آرایش میکردم که یهو در باز شد و کامران اومد. با دیدن ما تو اون حالت یه پوزخند تلخ زد و پرسید خبریه؟ کجا به سلامتی؟ گفتم میریم شام بیرون و سریع هم از شرکت زدیم بیرون. اون شب نیما سنگ تموم گذاشت ولی من تمام مدت فکرم پیش کامران بود. فردا صبحش که رفتیم شرکت آبدارچی با یه دسته گل بنفش و سفید خیره کننده اومد داخل و گفت خانوم آقا نیما اینا رو براتون فرستادم. قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم کامران مثل برق از جاش بلند شد. رفت سمت گل‌ها و یادداشت کوچیک روشو با خشونت برداشت و جلوی همه با صدای بلند خوند. امشب به افتخار تو خواننده مورد علاقت رو به رستوران دعوت کردم. منتظرتم. بعد کاغذ رو مچاله کرد و پرت کرد روی میز و سر آبدارچی دار زد و گفت این آشغالا رو از اینجا بنداز بیرون. رفتم سمتش و گفتم چی کار میکنی؟ به چه حق این کارو میکنی؟ کامران دست منو گرفت. منو کشید تو اتاقش و در رو محکم بست. با چشمایی که از عصبانیت سرخ شده بود فریاد میزد و میگفت این مردی که کیه که هر روز برات گل میفرسته و شام دعوتت میکنه؟ همونه نه؟ قسم میخورم امشب برم رستورانش رو سرش خراب کنم. با صدای لرزونی گفتم به تو چه ربطی داره؟ تو چرا دخالت میکنی؟ قبل از اینکه جملم تمام بشه در اوج ناباوری اومد جلو. صورت منو بین دستاش گرفت و در حالی که من تو شوک کامل بودم پیشونی منو بوسید. وقتی ازم جدا شد پیشونیش رو روی پیشونیم چسبوند و کنار گوشم زمزمه کرد و گفت من دوستت دارم. از همون روزی که امضای طلاق زدی و از اون خونه رفتی فهمیدم که دوستت دارم. نمیتونم تحمل کنم که مال کسی دیگه ای بشی. بهم یه فرصت دوباره بده نازنین. ازت خواهش میکنم. منم میون اشکام بهشون فرصت رو دادم. ما دوباره با هم نامزد کردیم. این بار نه به زور خانواده که به عشق خودم. حالا 9 سال از اون روزا گذشته. ما یه دختر 7 ساله و یه دختر 2 ساله داریم. زندگیمون پر از چالش و کار بود ولی همیشه کنار هم بودیم. مادرم چند سال پیش فوت کرد و حالا کامران تنها تکیه‌گاه من. عشق عجیب ترین حس دنیاست. تو رو زمانی که فکر میکنی همه چیز تموم شده از جایی که انتظارشو نداری جوونه میزنی.
من و کامران باید از هم جدا می شدیم تا بفهمیم چقدر برای با هم بودن ساخته شدیم. تقدیر گاهی وقتا داستانهای عجیبی برامون می نویسه.